آروم میشه. مثل اینکه حالا من هم زیاد شنیدم بعضی هم مثلا اعصاب نشه ولی کلا آره میشه یکی بشین خارج صحبت کنن سر در. حالا تو کشورهای دیگه مثلا اکثرا علاوه قیافه‌ای مثلا شبیه همه قاطی هم مثلا همه جوره هست سیاه‌پوست هست آره هست اینجوری ولی کره همه چشام شکلی الان من عدد نمیدونم یکی کره اینو ببینه چشام اینجوری ولی مثلا ما اینجوری چشام درشت دماغ بلند فلان اینا مثلا قشنگ خارجی آره قشنگ معلومه که خارجی آره مثلا اصلا نمیشه چون بعد تا آخر عمرت هر چقدر کره خوب باشه هر چقدر به کره پاسپورت کره هم بگیریم خارجی آفرین چه ازدواج کردی چه نکردی شما پس پاسپورت داشته ملیت هم عوض بکنی بازم توی خارجی هست چون قیافت خارجی آره. توی کشورهای آسیا شرقی من این خیلی آره مثلا من کرم خب خارجی البته من از متفاوت بودن خوشم میاد چون خیلی بیشتر تو چشمی انگار مثلا یا حتی متوجه بچه عجیب که اینفلوئنسر با اون دیگه نه دیگه بلاگری دیگه نمیشه چیز شما دیگه عادی شه ولی مثلا کلا از اینکه توی جمعای متفاوت باشم خوشم میاد که مثلا بری یه جا بعد متفاوت باشی بعد طرف بگه ای مثلا تو اینجوری فرق داشته باشه حس جالبیه تنوع و متفاوت این چیزا رو دوست دارن مثلا الان چون توی کره هستیم اون خارجی هم که میان خب بیشتر چینی و ویتنامی و مثلا اندونزی هستن اونها خودشون قشنگ قیافه‌شون شبیه هم اصلا متوجه نمیشید یا مثلا طرفم کره خیلی باشه دیگه نمیفهمن این کره نیست ولی ماها مثلا بازم اونجوری حالا ولی از یه طرف حالا مثلا اینکه دیگه هر کاری هم کنید هنوز خارجی به عنوان خارجی هستی ممکنه بد باشه از یه طرف هم مثلا اگه مثلا خوش نه مثل کره باشی و هنوز متفاوت باشی اینم میتونه نکته خوبی باشه آره میتونه برای هر کسی نکته بد یا نکته خوبی باشه منم همین فکر میکنم آره مثلا اینجا مدل شدن اگه مثلا چیش میگن مثلا الان ما اگه مثلا اینجا بریم کانادا خب کانادایی خیلی خیلیشون مثل ایرانیان یا کشورهای چیزی راجع به مدل شدن میگم کره اصلا اون استانداردهای جهان که واسه مدل شدن داره نداره ببین مدل شدن توی تمام دنیا اولا قدت باید بلند باشه دوما باید واکینگ خوبی داشته باشی یعنی اصلا برای هر نوع مدلی که تو بخوای بشی آره این اصلا قدت باید بلند باشه اصلا مدل یا مثلا حالا می مدل مثلا لوازم آرایش و فلان و اینا مثلا بعد پوست خوبی داشته باشی مثلا فلان باشه اون کره دارن اوکی مثلا بقیه چیزا واقعا کره نداره لاغریشون چونم آره مثلا به اندازه داشته باشی یکم ورزشی باشه مثلا یه سبک خاص باید داشته باشی مثلا یه قیافه خاص داشته اکثر مدل‌های مثلا برندهای خاص رو می‌بینی قیافه‌های خاصی دارن خوشگل نیستن بعضیاشون ولی قیافه خاص داره مثلا خیلی آره اینجوری تو کره مثلا مدلشون اینجوریه که اگه مثل خودشون لاغر باشی حالا قشنگی هم که قشنگی چهره هم دقت می‌کنن که آره مثل خودشون لاغر باشی یا حالا مثلا خیلی به ظاهر باشه به ظاهر خیلی از زندگی روزمره هم کلا به ظاهر این از این لحاظ خارجی بودن خوبه چون خارجی ما فقط چشمون گنده باشه میگن خوشگل آره مثلا آره دقیقاً فهم مثلا تو مثلا کانادا بری کانادا چه میدونم کشورهای چجوری اروپا اینا خب خیلی همه چشا بزرگ همه هیکل چشمای رنگی موهای رنگی اینجا همه مشکی ما چتی همه مشکی همه سفید حالا ما ایران همه رنگای مختلف سبز گندمی بور اینجوری داریم ولی چشای رنگی رنگی کلی قشنگی داریم من یادم اینش خوبه این مسئله‌ای که مثلا هنوز براشون به عنوان خارجی و مثلا جایی هم که میرن مثلا مدل هم نباشی بخوان جایی برن مثلا میگن این چه دختر قشنگی مثلا اینجا اومده مثلا یه عکس ازش بگیریم یه چیز کنیم من فستیوال گل روزم رفته بودم مثلا منم با اون عکسم میگرفتم مثلا وای چه خارجی باحالی چه موهایی ازم من با اون عکس میگرفتم اینجوریش خوبه یه چیز دیگه ولی یه چیز بعدی دیگه یادم اومد یه سری از بچه‌ها داشت حرف می‌زدن البته منم با این قضیه یه ذره موافقم پسرای کره‌ای فکر میکنن همه خارجی‌ها با آغوش باز مثلا طرف اینجوری دست باز آغوش باز یه جای باز همه چی میرن سمتشون مثلا واقعا
فکر می‌کنن همه چیشون اوپنه. می‌دونی؟ حالا چون ما خارجی هستی. حالا ما خودمون از خود کره کلاس ماینتریم انگار. ما به خاطر جامعه‌ای که توش بودیم مثلا از بچگی کلاس ماینتر واقعا به دنیا اومدیم. دقیقاً ما خیلی از خود کره مثلا بعد خود کره آخه انگار مثلا درست اوپن مایندیشون دارن ولی هنوز یه چیزایشون فرهنگ سختشون دارن. عجیب غریبیشون مثلا همین است. آره مثلا یارو باسنش قشنگ معلوم از زیر شلوارش دقیقاً بعد اینجا مثلا تا اینجا پوشونده چون چون کره اگه سینه معلوم باشه مثلا شاید براشون عیبه شاید دختر چیزه مثلا همین بحث قبل که پیرزن پیرمرد خیلی نگاه میکنن به این بالا هم مثلا میپوشی خیلی من امروز تو مترو من اینجوری از بالا نشستم حالا من خوب زیادم این باز نیست اصلا بقیه خیلی چیزا میشن خدا حالا فرض کن مامان و بابات کاری ندارن چه میدونم شوهرت مثلا کاری نداره دوست پسرت کاری نداره یهو میری اونجا پیرزن پیرمردشون حالا بعضیشون شبشون عادی نباشه این هنوز واسهشون عادی نشده با اینکه فرهنگشون خیلی باز آزادی تو کره هست چند وقت پیش یه پاسا یه خواننده اومد دانشگاه ما کنسرت یه زن مثلا رقص مثلا 19 مثلا انجام داده بود آقا تو دانشگاهی که همه بالای 20 و خورده سن نشونه خب چه اشکالی خبر اومده و آره نمیدونم این چه آبروریزی حاساتی که اینقدر شاید است که چه کار زشتی و بعد حالا همه رفته بودن آره خجالت نمیکشه این باید نره تو تلویزیون نباید خواننده باشه فلان من جوری هنوز اینو دارن که طرف اگه شما خواننده شبیه نیکی مناژ داشتین تو کشورتون الان مثلا جسی الان دیگه چون رپر استایلش فرق داره زیاد دیگه جسی اینقدر خیلی همش آره دیگه جسی و جی پارک خودم میخوام نشون بدم میخوام اینجوری کنم نمیخوام من خیلی از جسی خوشم میاد توی کره مثلا اینقدر اونم چون که دو رگس میتونه کارو بکنه اگه یه کره خالص بود هاسا چون کره خالص نه اگه کره خالص بود خیلی بازم میگم این دو رگس اونور به دنیا اومده مثلا تفاوت فرهنگیه ولی اگه کره باشه نمیتونه این کارو رو بکنه میگم که این بالاتنه حتی من تو اردو هم رفته بودم یه دختره تو دیدی استوریامو کدوم دختره بهم گیر واسه سینا خیلی طولانی بود رفته بودم اردو که رفته بودم چند وقتش با یکی بچه کلاسم یه دختر عجیب بود خب بعد حالا اون گفتش مسیحی سرسخت بود انگار اونجوری که میگم مسیحی بود خب بعد حالا مثلا مثل دین اسلام سرسخت خودمونه من مسیحی سرسخت مثل مسلمانای خیلی سرسخت آره بعد حالا من اینجوری پوشیده بودم دقیقاً همینجوری حتی بالاتر اصلا یه چیز روش پوشیده بودم اینجا مثل اینی که تو پوشیده بودی خب اینجوری بود بعد اصلا هیچی معلوم نه اوکی و عکس میگرفتم و اینا بعد می‌خواستم خمشم این چیزا رو یکم من پایین بعد دختر اومد میگفتش که با من داشت میگشت خب زیاد معلوم با این اخلاق گوش تو سینه اومد و میگفت میشه با هم بگردیم من گفتم باشه بیا من به راه همین فاطمه همه جینگل بینگل در آفرین من اصلا من رنگی پنگی مو دو گوشی همش اینجوری بودم بقیه آروم بعد حالا همه شلوارک و شورت خود دختر شورتک پوشیده بود تا همینجا بالا بود بعد اینجا شلوار مثلا پوشیده بود خیلی عجیبه واقعا اگه سینه اگه همون قد ممکن تحریک کننده باشه زشت باشه خب پایین تن هم همون چه فرقی داره اینجا به نظر من خیلی جذاب‌تره من خودم پای مثلا بعد پایین رو دقیقاً حالا بعد دختر اومده بود اولش یه روز به من گفت صبحش من گفتش که میخوای عکس بگیریم بپوشون زیاد معلوم نباشه گفتم تو عکس خودم گوشیون دادم ازش عکس بگیره اینو بپوشون زشته گفتم عکس تو بگیر نه عکسم داشت گرفت و اینا گفتش که خیلی منم فکرم خیلی پایینه بعد افتاده اول فکر نشدم آره بعد خب باشه عکس بگیر بعد عکس گرفت و اینا بعد دوباره عصرش داشتیم نهار کنیم تموم شد عصر رفتم دوباره چند تا عکس دیگه میگم با همون لباس بودیم از صبحش بیرون رفته بودیم بعد دوباره من گفته بود که بعد دوباره گفتش که ما راه عکسو گرفتیم تمام شد من راه بریم از پلا بریم بالا اون بالاتر بود داشت میگفت اینو بکش بالا گفتم برای چی گفت من یه جوری میشم این چیزا رو میبینم چون سختگیرم به بر میخورم مثلا گفتم بعد بهش گفتم که خب من اوکی ام حالا خم میشم اینجوری میشه تو اوکی نیستی من اوکی ام با این لباس که پوشیدم گفت اردو اینجا گفتم خب اردو باشه معلمم چی نمیگه تو چه چیزی میگی این معلما کاری نداشتن بعد گفتش که ولی بعضیاشون واقعا اینایی که توی دین اینجوری سختگیرا هستن بعضیشون هستن و فرض کن بچه خب یک سالم از من کوچیک‌تره تقریبا میشه 18 17 سالش خب اینقدر مذهبی اینقدر که نتونه اصلا لذت ببره بعد اینقدر بیشعور که بتونیم اجازه بده به خودش با کسی که اصلا من تو مدرسه ندیده بودمش اولین روزی بود که من میبینه فرض کن بگه اینو بپوشون متاسفانه هر جای دنیا وقتی توی خانواده به دنیا میاد که اونجوری بشی
به نظرم تا یه مدتی که خودت نفهمی اگه نخوای مثلا اون فکر پوستت بنزی کنار همونجوری دقیقاً واقعا اصلا من گفتم این میخواد بزرگشو رو میخواد چقدر سرسخته چیزی بکشه بعد آخرش بهش گفتم که گفتم تو خوشت نمیگیره اگه اینجوری فکر نکن اصلا گفتم تو خوشت نمیاد تو میگی مثلا اینجوری میشه تو نپوش اصلا گیری کردم مثلا کره چی 3 روز رفتم کره 3 روز با رفتی کره 3 روز با کره برای اولین تا حالا من یک شب با کره نمونده بودم یه جا بخوابم یعنی ببین یه سری ساعت از کره دیدم یه سری و یه بار اردو کره صحبت کنیم مثلا با کره تو هم و ببین من 3 روز که برگشته بودم اینجوری بودم شبش پاشم رفتم پیش کیمیا اینا اتفاقا همون شب در مورد بدی کره حرف زدیم من چنان دلم چی پر بود از اردو شروع کردم فهمیدم چرا من از اردو رسیدم بسارم گذاشتم اونجا سریع رفتم پیش کیمیا اینا تا 3 و 2 ساعت آره مثلا منم نمیدونم اذیت میشه واقعا مثلا کشور دیگه مثلا اینجوری نباشه این یه ذره آدم فرق میکنه ولی مثلا واقعا اگه شانست نگیره بیافتی با یه عده یوبس مثلا انجام مثلا یه عده اینجوری مثلا واقعا خیلی بد میشه آره کره خوبم پیدا میشه واقعا پایه باشه من قبلا دوست داشتم مثل کره من روانی تر بود مثلا خیلی یا مثلا کره‌ای که مثلا اونی خارج رفتن دیدن برگشتن خیلی واقعا خوبه آره یه سری دوستایی دارم احساس کنم مشکل از اون همون مثل ما خودمون که تو جامعه بزرگ شدیم اینا هم تو این جامعه به دنیا اومدن دیگه خب یه سری که پدر مادرشون سنشون بالاه چون جنگ بودن کره چند سال پیشرفت کرده این تکنولوژیشون رفته بالا ولی فرهنگشون خیلی کم واقعا یه حقیقته اصلا اینجوری نیست که ما بخوایم در مورد بدی‌ها بگیم واقعا زیاد هنوز نمیتونن قبول کنن مثلا هنوز میگن خارجیه نمیگن ما همه یکیم ما اینترنشنالیم گلوبالیم مثلا خود یه کره‌ای به این حرف زد که خب کره هم نمیتونن من چند وقت پیش رادیو داشتم راجع به همین قضیه بود گفتش که الان باید موقعی شده که ما قبول کنیم ما گلوبالیم یعنی همه یکی آدمیم همه فقط یه ذره بعضیشون دیگه ولی اصلا شدن ولی اکثرا خیلی شاید بچه‌هاشون ولی الان که دبیرستان من دبیرستان من نمیدونم کی میخوام اوکیشم منم دبیرستان که رفتم بقیه میگفتن خب بچهای دبیرستان بهتر نیستن کشورم اگه ایران به خدا واقعا من اردو که رفته بودم اصلا با همه هر سری بخوام میگفتم اگه با دوستای ایرانی اومدن چقدر خوش می‌گذشت اگه تو اتوبوس با دوستای ایرانی بودیم چقدر خوب اتوبوس اینا بیشتر از کتابخونه یارو آهنگ گذاشت برامون فرض کن اتوبوس داداشمون پایه بود آهنگ گذاشت و اینا آهنگ حالا منم اینجوری بودم که آهنگای مثلا فرض کن دوره دهه 80 70 بخوام بزنم دقیقاً هم آهنگا رو انگار گذاشته بود خب خودش نوشته بود دهه چیز خب بعد حالا همه اولش که شروع میشه میگفتن ایگو همین دیگه همین بگذارم مثلا سرمون درد گرفت همین بعد یهو میبینی همشون میخوابیدن حالا ما میرفتیم اردو چنان بازار از هم اردو به اتوبوسش بود اردو به اتوبوسش دقیقاً فرض کن واسه 2 ساعت مثلا با اتوبوس انگار داره سکوت قلب محسن یگانه همیشه فرض کن من 4 ساعت تو سکوت کره سرم گاشته بودم اینجا هنسیه داشتم آهنگ ایرانی گذاشتم چوزناله کرد گوش میدم آهنگای تتلو آهنگای قدیمی میذاشتم که مثلا میگفت من دلم تنگه حال خودم باشم در آهنگی که من دلم تنگه واسه دل خوشه ها داشتم گوش میدم واسه یه هم سفر که با هم بزنیم جر